بدترین شکنجه‌های تاریخ. پارت 1. سطل و موش. این تکنیک شکنجه احتمالاً در صدر جدول بدترین شکنجه‌های دنیا قرار دارد، چرا که مملو از خون، دریده شدن و بیرون ریختن دل و روده قربانی بود. در این روش، یک قفس را روی بخشی از بدن قربانی، معمولاً شکم، قرار می‌دادند و آن را با جوندگان بزرگ مثل موش پار می‌کردند. سپس گرمای زیادی را به این موش‌های جونده می‌دادند تا با دریدن شکم قربانی وارد بدن شوند و از گرما فرار کنند. حالا خودتون تصور کنید چه صحنه وحشتناکی از دریده شدن شکم قربانی به وجود می‌آمد. آن هم در شرایطی که قربانی با دست و پاهای بسته شده، شاهد دریده شدنش توسط موش هاست. این شکنجه درد واقعاً وصف‌ناپذیری را برای شخص قربانی داشت. اگر سریال گیم آف ترونز را دیده باشید، در سکانسی از فصل دوم، زندانیان را با استفاده از این روش شکنجه می‌کردند. اگر دوست دارید هر روز داناتر بشید، کانال آپارات دانستنی و سرگرمی رو دنبال کن.